با درود خدمت دوستان عزیز، همونطور که در جریان هستید مجله اکونومیست به صورت سالیانه در انتهای سال که میشه یک ویژه‌نامه ای رو منتشر میکنه تحت عنوان The World Ahead یا همون جهان پیش رو که توی اون به بررسی موضوعات، روندها و رویدادهای مهمی که احتمالاً در سال جدید پیش رو خواهیم داشت میپردازه. اما طراحی جلد مجله امسالشون به حدی پر از جزئیات، شلوغ پلوغ و حسابی خرطوخره که اگه نشون ایلان ماسک هم بدین احتمالاً میپرسه What the hell is going on here? که فکر میکنم هر اتفاقی در سال 2026 بیفته شما یه جورایی میتونین ربطش بدین به این عکس. مسلماً اگه قرار باشه که یه اتفاق بیفته و بعدش ما بخوایم داخل این تصویری چیزی پیدا کنیم که ربطش بدیم به اون اتفاق، عملاً جنبه توجیه کردن داره و هیچ ارزشی نداره این کار. هنر اینه که شما قبل از اینکه اتفاق بیفته اونو بتونید به درستی پیش بینی بکنید. بعضیا اعتقاد دارن که جلد روی مجله اکونومیست حاوی یک سری پیام‌هایی هست، حاوی یک سری پیش‌بینی‌های مهمی هست از اتفاقاتی که قرار در آینده رخ بده. پس با فرض اینکه این پیش‌بینی‌هایی که داخل این تصویر گنجونده شده درست باشه، من سعی می‌کنم یه تفسیر شخصی رو ارائه بدم. هرچند میتونه این تفسیر هم کاملا اشتباه باشه. خب همونجور که میبینید تصویر انقدر شلوغ پلوغ و پر از جزئیاته که ما اگه بخوایم راجع به هر قسمتی صحبت کنیم ساعت‌ها میتونیم بشینیم و تفسیر انجام بدیم. اما من صرفا میخوام توی این ویدیو چند تا قسمتش که به نظرم جالبتر و مهمتر هست رو در واقع بیام با شما در میون بذارم و بگم که تفسیر شخصی من چی هست از این تصویر. در وسط تصویر شما دو تا شمشیر میبینید که به حالت جنگیدن با هم دیگه برخورد کردن. خب دو طرف شمشیر رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور چین رو شما میبینید و پشت سرش یک نمودار میبینید که داره نوسان میکنه، یعنی یک روند مشخصی نداره، یه مقدار میریزه دوباره میره بالا دوباره میاد پایین. اگه ما فرض رو بر این بذاریم که منظور این هستش که در نتیجه این جنگ به وجود اومده داره توی بازارهای مالی نوسانات ایجاد میشه، اگه فرض رو بر این بذاریم که کل بازه‌ای که داره نمودار به ما نشون میده کل سال 2026 رو شامل میشه، پس میتونیم اینجوری برداشت بکنیم که پیش بینی شده که بازارهای مالی از ابتدای سال 2026 روند نزولی رو در پیش میگیرن تا تقریبا اواسط فصل بهار، از اونجا یک کف میزنن، یک رشد خیلی شارپی رو ما خواهیم داشت تا آخرای بهار و بعدش از تابستون دیگه تقریبا دوباره شروع میکنه پایین اومدن و بعدش هم رنج زدن تا انتهای سال. آقای ترامپ یه مقداری نحوه ایستادنش با بقیه فرق میکنه. اگه دقت کنید پای سمت چپش دو تا خط کشیده شده که داره در واقع جهت تکون خوردن این پا رو به ما نشون میده. از طرفی ژست ایستادنش یه جوریه که انگار تعادل درست حسابی نداره و داره میخوره زمین. اگه شما به جهت کراواتش دقت بکنید به سمتی داره حرکت میکنه که انگار داره آقای ترامپ به سمت عقب میخوره زمین و خب شاید معنیش اینه که قرار زیرابشو بزنن. زیر دوتا شمشیر اگه دقت کنید یه چکشیه که خیلی محکم خورده به چوب زیرش و به حدی محکم خورده که اون چوب زیرش ترک برداشته. این در واقع معنیش این هستش که قرار یک حکم خیلی محکم برای کسی صادر بشه. حالا اون کس کیه؟ میتونه آقای ترامپ باشه، میتونه شخص دیگه باشه. بالاتر اگه دقت کنین یه کیک میبینیم که روش عدد 250 درج شده. خب مشخصاً از اونجایی که کشور ایالات متحده در سال 1776 استقلال خودش رو کسب کرد، سال 2026 دقیقاً 250مین سالی هستش که آمریکا استقلالش رو به دست آورده و در واقع این کیک در واقع داره 250مین سالگرد استقلال آمریکا رو جشن میگیره. در سمت چپ کیک شما میتونید یک مغز ماشینی رو ببینید که مشخصاً اشاره داره به هوش مصنوعی که با یک سیمی وصل شده به یک کنترلر کنسول بازی. برداشتی که میشه از این تصویر داشت این هستش که کنترل دنیا یه جورایی داره میفته به دست هوش مصنوعی. از طرفی اگر دقت کنید دسته کنترلر بالا سر آقای ترامپ قرار داره. این میتونه تعبیرش این باشه که این امریکاست که داره هوش مصنوعی رو کنترل میکنه. از طرفی شمشیری که نوکش به سمت ترامپ نشونه گرفته شده یه جورایی داره اون سیمی که ارتباط بین هوش مصنوعی و کنترلر هست رو قطع میکنه. یه جورایی میتونه تعبیرش این باشه که چین داره سعی میکنه کنترل هوش مصنوعی رو از دست امریکا خارج کنه. اگه دقت کنید بالا سر کیک ما یه دستی رو میبینیم که مشت کرده و بهش دستبند خورده.
خب خیلی بعد از اینکه امریکا حمله کرد به ونزوئلا و آقای نیکولاس مادورو رو دستگیر کرد، اینجوری توجیه کردن که آها، منظورش دستگیر شدن نیکولاس مادوروه. میتونه این باشه، میتونم چیز دیگه ای باشه. من شخصا اینجوری میتونم برداشت بکنم که اگه دقت کنید زنجیر این دستبند یه جورایی به اون کیک وصله و اگه دقت کنید پشت سر این دست پرچم امریکا رو میبینید. این تصویر منو خیلی یاد این تصویر میندازه، زمانی که آقای ترامپ از ترور نافرجام جان سالم به در برده بود و دقیقاً دست خودش رو به همین شکل مشت کرده بود و پشت سرش ما پرچم امریکا رو میبینیم. اگر این برداشت درست باشه میتونه معنیش این باشه که خب اون حکم قراره برای آقای ترامپ صادر بشه و ایشون در واقع داره زیرابش زده میشه، ایشون قراره سقوط کنه، بیفته و دستش دستبند بخوره. این هم یه مدل تفسیره. نکته جالب دیگه، 2 تا تانک رو ما داخل تصویر میبینیم. هر 2 تا تانک دقیقاً به یه شکل هستند و به 2 نقطه مختلفی از دنیا دارن حمله میکنن. اگر ما بیایم تصویر کره زمین رو جوری در نظر بگیریم که تانک سمت چپی روی نقشه ونزوئلا قرار بگیره، شما متوجه میشین که تانک سمت راستی تقریباً یه جورایی داره روی ایران قرار میگیره و یه جورایی میشه اینجوری برداشت کرد که قراره در سال 2026 به 2 تا کشور حمله بشه، حمله نظامی بشه. یکیش که خب ونزوئلا بود و دیگری احتمالاً کشور ایران خواهد بود. اینم میتونه یه جور برداشت باشه. سمت چپ کیک ما یه کشتی رو میبینیم که خیلی شبیه کشتی نظامی نیست، ولی از داخل کانتینرهاش داره در واقع توپخونه شلیک میکنه به سمت کیک و سمت راستش اگه نکنیم ما یه کشتی دیگه میبینیم که خب اون کشتی قدیمیه، کشتی که بادبان داره و طرح کشتی و شکل و شمایل آدم هایی که روش هستن خیلی شبیه در واقع کشتی های متعلق به ایران باستان هست و سربازهای هخامنشی رو یه جورایی داره نشون میده که یه کوزه گرفتن، انگار داره این کوزه رو پرت میکنه داخل آب. جالبی این تصویر اینه که من رو یاد مینهای دریایی زمان باستان انداخته. یعنی همون زمانی که از این کشتی‌های بادبانی استفاده می‌کردن، میومدن داخل کوزه رو پر از مواد منفجره و روغن می‌کردن، درش رو محکم کیپ می‌کردن و اون رو به دریا مینداختن. این کوزه ها روی سطح آب باقی میموند و شناور میشد. زمانی که از دور میدیدن که کشتی دشمن به این کوزه ها نزدیک شده، می اومدن با تیرکمون این کوزه ها رو هدف قرار میدادن و تیرهایی رو میزدن که در واقع سرش حالت مشعل مانند بود. این کوزه ها میشکستن، منفجر میشدن و به اون کشتی که در مجاورتش قرار داشت آسیب میرسوندن. اگه برداشت و تفسیر من درست باشه میتونه این معنی رو بده که ایرانی ها قرار هستش که دریا رو مینگذاری بکنن، مشخصا تنگه هرمز رو، که در نتیجه این جنگی که قرار در بگیره هستش. خب این چند تا نکته‌ای بود که از این تصویر میشد برداشت کرد و دوست داشتم که باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی نکات دیگه هم داخل عکس وجود داره که من بهش نپرداختم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً این رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید.